رسیدن به استقلالیت انرژتیکی محسوب تا این جانب کارهای زیاد به سامان رسانیده است. مخصوصا نیروگاه برق آبی روغون دستاورد دوران 26 ایول با نیروگاه برق آبی روغون تشریف آوردند. گزارش همکسبانمون از جریان سفر کاری پیشوای ملت به انشاءات عصر. روزی 26 ایولی سالی روان اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان با مقصد شناسایی از جریان کارهای ساختمانی به نیروگاه برق آبی روغون تشریف آوردند. پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان را سروزیر مملکت قاهر رسولزاده همراهی نموده از جریان کارهای ساختمانی این انشاءات که عین زمان در 78 قطعه با سطح و صفت بلند شبانه روزی ادامه دارد شناس شده با مهندسان و کارمندان تکنیکی ملاقات و صحبت‌های سودمند انجام دادند. شناسایی سرور دولت نخست از موضع بنیادی نوبت اولی سربند نیروگاه برق آبی روغون که یکی از مرحله‌های مهم ساختمان این انشاءات گیدروانرژتیکی امومعلی رحمان اطلاع داده شد که در وقت ساختمان مرحله اولی سربند برابر اجرای کارهای زمینی وصل و نصب اسباب‌های سنجشی چینکنی نیز عملی گردید. طبق اطلاع مسئولان تا به امروز در سربند نیروگاه 48 عدد اسباب سنجشی چینکنی وصل و نصب نقش کلیدی خواهد داشت. در قسمت پیشدرغات ما یعنی یک چند انشاءات ها وجود دارند. این یکی از اینا باشد. این آب قبول کنکی موقتی که اگریگات های اول با واسطه آن یعنی آبگیری کرده می شوند موجود است و چهل دیده ایستاده کارها در اینجا با پورگی به انجام رسانده شده است و اون پنجره های فلزی حمایوی اون علاقه نصب گشتند و انشاءات دیگری که در این منطقه موجود است این یعنی درآمدگاهی نقبی ساختمانی استفاده بری رقم 3 می باشد که در این جانب همه کارها علاقه به انجام رسانده شدند و یک قسم کمی کارها در داخل و برآمدگاه نقبی رقم 3 باقی مانده است که ما باور داریم این کارها نیز به انجام رسانده می شود. بعد شناسایی با جریان کارها در قسمت‌های علاهیده سربند نیروگاه برق آبی روغون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان در مراسم مورد بهره برداری قرار گرفتن مرحله اول خط کنویری اشتراک نمودند. بنیاد خط کنویری که اساساً برای انتقال مواد سربند از جمله سنگ و شغل به مساعد است از جانب شرکت سالین امپریجیلو صورت گرفته در حال حاضر 4200 متر را تشکیل می دهد. کارهای زمینی و آهن و بتونی را در این منطقه متخصصان شرکت ساختمانی تاجیک گیدروالکترومنتاژ به انجام رسانیده وصل و نصب تجهیزات از جانب دو شرکت خارجی عملی کرده شده است. دستگاه و تجهیزات خط کنویری که استحصال شرکت‌های با نفوذ ایتالیا، فرانسه و آلمان می باشد در یک ساعت امکان انتقال دادن 3000 تن سنگ و شغل را دارد. اکنون با مورد بهره برداری قرار گرفتن آن از کانهای علاهیده به خرج زیادتی و صرفه وقت سنگ و شغل و دیگر جنس‌های کوهی به موضع بنیاد سربند اساسی انتقال داده می شود. علاقه خط کنویری نیست برای رسانیدن موادها از ذخیره‌گاه‌ها تا صد علاقه قسم زیادی آن یعنی زیاده از 4 کیلومتر آن علاقه تیار شده است و استفاده داشته است و این امکانیت می‌دهد که مهلتی یعنی مهلتی ریختن و کوبیدن سنگ در دوره نوبتی اول 2-3 مرتبه یعنی باید که پیشتر رود. کار با طریق خط کنویری معاصر وقت را صرفه نموده خراجات را از بین میبرد. یادآور می‌شویم که برای بنیاد سربند و دیگر انشاءات نیروگاه بیش از 50 میلیون متر مکعب آمیخته سنگ و شغل و دیگر نمودی جنس‌های کوهی ذخیره کرده شده است و امروزها در این سمت با استفاده از تکنیک و مکانیزم‌های زمانوی کارها با سرعت ادامه دارند.
дар саргаҳи хати канверӣ ҳамзамон ду коргоҳи коркарди маводи шағалзамин сохта шуданд ки вобаста ба зарурият тариқи автоматӣ ҳама гуна ҷинсҳои кӯҳиро барои истифода дар сарбанд мутобиқ месозанд. бо бунёди марҳилаи дуюм масофаи хати канверӣ маҷмуан ба 9 километр мерасад ки нуқтаи ниҳоии он мавзеи сохтмони садди асосӣ хоҳад буд. воқеан коргарони муҳандисию техникии нерӯгоҳи барқи обии Роғун ҳар амали сохтмониро бо ҳисси баланди масъулиятшиносӣ иҷро мекунанд, зеро рафти сохтмони нерӯгоҳ таҳти назорати бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад ва ин омил асоси босифат ва мувофиқи нақша пешрафтани корҳои сохтмонӣ мебошад.